کسی که سر ملا فکایی میگه ایمانش در خطر است. ما شما ملا رو چرا کی ملا میگیم؟ ملا کسی رو میگیم که در مسجد امامت ما رو میکنه. ملا صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب. اینال دو مسند ولو که آدمی بسیار ضعیف باشه، همونجا که استاد است در مسند پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیشته. اینال تمسخر با علمای اسلام، تمسخر به دین، این انسان چی میکنه؟ انسان از دایره ایمان میکشه. اگر کسی است که مثلا شخصا یک کسی است که بیدین است، یک ملای هست که به نام ملا به ضد دین تبلیغ میکنه، مردم شرک رواج میده، یک فرد سرش انتقاد میگه. اما وقتی که میگه کلگی، اینا تمسخر به مقدسات. مقدسات چی است؟ سعی کنیم. یک کسی مسخرگی بالای قرآن میکنه، یک کسی سر خدا فکایی میگه، سر پیغمبر فکایی میگه، سر پیغمبرش خند میزنه، سر قرآنش خند میزنه، سر دینش خند میزنه، سر سمبول دین یا پیشواهای دینش خند میزنه، سر صحابهش خند میزنه. در آیت شریف است که در شان نزول از آیت شریف چی میگن؟ میگه یک کسی در یک جای شیشته بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در یک جای صحابه کرام شیشته بودن. سعی کنید مسخره گیره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیشته بود که صحابه کرام آمد گفت اون قاری ها رو میبینی؟ منظورش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت ها رو میبینی اونجا شیشتن؟ گفت چی مشکل داره؟ نه گفت سعی کن تو شکمایشان سعی کن کتا کتا و در سر دسترخوان که بیشنن زیاد میخورن و در میدان معرکه که شو باز پس هستن. خود سر زیارش خندید شروع کرد. این صحابی مبارک برش گفت که او منافق، تو اصحاب پیغمبری قسم که پای زشت میگی؟ باش ما به پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برم و جریان برش بودم. صحابی دیگه میگه که هنوز این پیش پیغمبر نرسیده بود که وحی از آسمان جبریل امین وقت رسید پیش پیغمبر و از جریان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر. این صحابی میگه که هنوز پیش از اون نارسیدگی من رفتم که امی کسی که می گپ زد امیرش خندی که کرده سر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در کمربند شتر پیغمبر هم خدا کشال کرده. پیغمبر هم سر شتر شیشته، یه دمی کمربندش گرفته و برش میگه که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، ما خود ساتری میکردیم، ما خود فکایی میگفتیم، ما تو یک خوش طبی میکردیم. و میگه ما دیدیم که از بالا نبی اکرم صلی الله علیه و سر شتر خود سوار است و به طرف این آیت قرآن میخونه که قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما به الله، به آیات الله و به پیغمبر الله شما مسخرگی میکنین؟ لا تعتذروا، عذر نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان. سیکو ایمان داشت، از ایمان چی شد؟ خارج شد.